سلام دوستان گرامی، این خانه فروشی است. خانه فروشی قرار دارد در دهه اخجر کروبسکی ناحیه ووسه. زمین عبارت است از یعنی که همین خانه دارای 12 سوتیخ زمین است. ظاهر خانه ریمون طلب است، یعنی که خب عموما که از ظاهر باید که ظاهر خانه ریمون کردن در کار. درآمدگاه خانه خب یعنی برکایی که هست انجام خانه و علا خانه هم خیلی نه 99 زیبا منیم فروشه نه 99 مقصد که فروخته می شود در علاهیدگی فروخته می شود. خب برای نرخ ماشین فهمیدن در رقم های بالای اکرام بوده زنگ میزنید دوستان. خب نه تراتوری خانه است. این اینجا جایی که مقصد اگرات یا که باقی خانه این اینجا. خب این دوستان این همی باقی همی خانه میتونیم باقیش کنین، میتونه که زمین کشت مقصد که اگرات. خب این درآمدگاه خانه در یک خریدار دو در خانه است. خب حاضر به شما نشان میتونم. خب این خانه شاید که نمیدونم چه میتونه در نظر شما. خلاصه این همی خانه نه خانه دیگری است. این خانه دوستان فروشی است. یک مرتبه دیگه میگم در دهه اخجر ناحیه ووسه یا بیشتر به نام کروبسکی میشناسن قرار دارد. در طرف دیگری همین خانه با یک خانه دیگر مقصد که موجود است. یک کلداری که به شما نشون دادیم غیر از او با یک خانه دیگر دارد. برای معلومات بیشتر میتونید که در رقم های بالای اکرام بوده زنگ بزنید و معلومات بیشتر رو از خود صاحب خانه گیرید. خانه رو صاحبش 120,000 تاجیکی میگوید و باز صحبت هم میکند. مقصد ارزان میشود.